هیچ جامعه‌ای با دروغ پرورش پیدا نمیکنه، با راست پرورش پیدا میکنه. یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میرفت با دیگران ماهی میگرفت، بقیه همه ماهی میگرفتن، این ماهی نمیگرفت. گفتم تو چیکار میکنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ گفت برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه. نگاه کردن قلابش کج نیست، راسته. گفتم خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب راست باید سرش کج باشه. حالا من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گرفت. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، یه دیوانه‌ای پیدا شده با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه زمان علاقمند شد. گفت اینو صداش کنیم بیاد من بپرسم ببینم چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. چیز اومدن اون قاصد پادشاه پیش این، گفت والا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام این ماهی بگیرم و وقت ندارم. عجب این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد، حتی پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. نه که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این. گفت بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری؟ گفت من تو رو میخواستم صید کنم، من میخواستم تو رو بکنم اینجا. با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دو تا ماهی میگیره. مردمی که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. آدم قلابش که راست شد پادشاهان عالم رو صید میکنه.